برای استفاده از نرم افزار یونیتی اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که بیایم داخل مرورگرمون و سرچ کنیم دانلود یونیتی هاب و بعد وارد اولین سایتی که برای ما نمایش داده بشیم. این سایت خود یونیتی هست. قسمت دانلودهاش اینجا میتونیم accept all cookies رو بزنیم که این نوتیفیکیشن بره. برای دانلود یونیتی هاب اگر برای ویندوز خواسته باشید نصب کنید این دکمه رو میزنید و یا اینکه بیایید پایین از این قسمت دانلود فور ویندوز رو بزنید یا اگر سیستم عامل‌های دیگه‌ای دارید روی اینکه کلیک بکنید خودش اتومات شروع میکنه به دانلود کردنش. من از قبل دانلود کردم پس این رو کنسل میکنم. بعد از اینکه گزینه دانلود رو بزنید داخل سایت نرم افزار یونیتی هاب برای شما دانلود میشه. شروع میکنیم به نصب این نرم افزار. کلیک راست میکنیم ران از ان ادمینستریتور رو میزنیم. یه همچین پنجره‌ای برای شما باز میشه. آی اگری رو میزنید. فولدری که میخواین یونیتی هاب رو روش نصب کنید رو انتخاب میکنید. من جاشو میخوام عوض کنم. میخوام توی درایو اف بریزمش. بعد گزینه اینستال رو میزنم. شروع میکنه به نصب برنامه. خیلی سریع هم نصبش تموم میشه و اگه میخواین همین الان براتون یونیتی هاب رو ران کنه این تیک رو باید نگه دارید و اگر نمیخواید الان رانش کنید این تیک رو بردارید. من میخوام الان اجرا بشه برنامه برام. فینیش رو میزنم با اون تیک. یه همچین پنجره‌ای برای ما باز میشه. دقت کنید که یونیتی ایران رو تحریم کرده پس همه این مراحل رو باید با فیلتر شکن انجام بدین. باید اینجا ساین این کنین داخل اکانتتون. اگر داخل یونیتی اکانت ندارید این گزینه کرییت اکانت رو میزنید و اگر اکانت دارین گزینه ساین این رو میزنید. هدایتمون میکنه به سایت یونیتی. بعد از اینکه یونیتی هاب برای شما نصب شد و وارد اکانتتون شدید ساخت اکانت و وارد شدن به اکانت توی یونیتی خیلی ساده است. فقط کافیه که یه ایمیل وارد کنید رمزتون رو بزنید و ایمیلتون رو کانفرم کنید یا همون تاییدش کنید. خیلی کار پیچیده و سختی نیستش. اما گفتم که یونیتی ایران رو تحریم کرده همه این مراحل رو باید با فیلتر شکن انجام بدید. الان فیلتر شکنی که من استفاده میکنم سایبرگوست هستش که برای یک روز به شما رایگانش رو میده. توی همین یک روز شما میتونید اکانت بسازین و یونیتی هاب رو نصب کنید و لایسنسش رو هم اد کنید به یونیتی هاب و دیگه نیازی نیست که خریداری بشه چیز دیگه چون همه اینا توی نهایتا یک ساعت انجام میشه. یا اینکه میتونید از کروم اکستنشن ها استفاده بکنید که حالا در ادامه بهتون میگم. پس وقتی که یونیتی هاب برای شما نصب شد و ساین این کردید یه همچین پنجره برای شما باز میشه. اما ما اینجا لایسنس نداریم. باید بیایم لایسنس از خود یونیتی بگیریم که برنامه برامون اجرا بشه. از این قسمت ما روی این چرخ دنده تنظیمات کلیک میکنیم و بعد از اون لایسنس رو میزنیم. برای اینکه ما بتونیم لایسنس اد کنیم روی دکمه اد میزنیم. ما میخوایم از روش دوم یعنی Activate with License Request استفاده کنیم. پس روی این گزینه کلیک میکنیم. بعد ما باید دانلود کنیم لایسنس ریکوست رو. ما درخواست میدیم به سایت یونیتی که یه لایسنس برای ما ارسال کنه. پس اول از همه ما Create License Request رو از این قسمت میزنیم. بعد از اون میگه که فایلت رو کجا میخوای ذخیره کنیم. من روی دسکتاپ میخوام این فایل رو ذخیره کنم. روی دسکتاپ کلیک میکنم و بعد گزینه سیو رو میزنم. همطور که میبینید این فایل اینجا برای من روی دسکتاپ قرار گرفت. بعد از اون کاری که ما باید بکنیم روی این لینک که نوشته unity3d.com/manual کلیک میکنیم و یه همچین صفحه‌ای برای ما باز میشه. باید ما اون فایل لایسنس ریکوستی که یونیتی به ما داد رو اینجا بیایم قرار بدیم. پس روی گزینه براوز کلیک میکنیم و از دسکتاپمون ما این فایل رو انتخاب میکنیم و کلیک میکنیم. unity_lic.alf این فایلمون هست. بعد گزینه next رو ما میزنیم. اینجا دو تا گزینه به ما میده. اولیش یونیتی پلاس یا پرو هستش که خب احتیاج به خریداری لایسنس داره و پولیه. ما با این کاری نداریم. گزینه دوم که یونیتی پرسونال ادیشن هست رو ما کلیک میکنیم. سه تا گزینه داره. میگه شما شرکت یا ارگانیزیشنی هستین که بیشتر از $100,000 درآمد دارید یا شرکت یا ارگانیزیشنی هستین که کمتر از این مقدار درآمد دارید و یا اینکه من حرفه‌ای نمیخوام از ظرفیت‌های یونیتی بیام استفاده کنم. یه شخصم که هر از گاهی میخوام با یونیتی برای بازیسازی کار کنم. روی این گزینه سوم یا حالا دوم و سوم فرقی نداره. روی این کلیک میکنید، next رو میزنید. این صفحه برای ما باز میشه. دانلود لایسنس فایل. ما روی این دکمه کلیک میکنیم
و یه فایل برای ما دانلود میشه. من این رو میارم رو دسکتاپم. میبینید این رو آوردم روی دسکتاپم. داخل یونیتی هاب قسمت سوم به من گفته Activate with License File. همین فایل لایسنسی که ما دانلود کردیم از سایت یونیتی رو ما باید اینجا قرار بدیم. روی این پوشه بغل میزنیم و از روی دسکتاپ من این فایل رو انتخاب میکنم. پسوندش هم .ulf هستش. بعد از اون گزینه Activate رو میزنم. این پس برای ما قرار گرفت. حالا من ببندم اون پنجره رو، میبینید که این خطای لایسنس من رفتش. حالا من میخوام بیام یونیتی رو نصب کنم. این یونیتی هاب بود که نصب کردیم با لایسنسش. حالا من میخوام یونیتی رو نصب کنم. برای نصب یونیتی ما باید از این قسمت گزینه اینستالز رو بزنیم. من چون از قبل ورژن 2020 یونیتی رو نصب کرده بودم، اینجا برای من خودش به عنوان گزینه آورد. شما اگر فایلش رو داشته باشید برای شما هم همچین گزینه میاد، اما اگر چیزی نیومد هم نگران نباشید. روی گزینه اینستال ادیتور کلیک میکنیم و همونطور که میبینید 3 تا ورژن از یونیتی رو برای من به عنوان پیشنهاد آورد. حالا هر کدوم از این ورژن ها که خواستین 2022 2021 2020 رو شما روی اینستال میتونید کلیک بکنید و اینجا برای شما پلتفرم هایی که لازم دارید اجرا میشه. مزیتی که این روش نصب، یعنی نصب از یونیتی هاب نسبت به اینکه شما بیاین داخل سایت یونیتی قسمت دانلودهاش بخواین یونیتی ورژن های مختلف رو دانلود کنید، اینه که اینجا خودش مثلا شما اگه پلتفرم اندروید رو تیکش رو بزنید، خودش میاد ابزارهای مورد نیاز برای اون رو به شما میده. نیاز نیست که دیگه شما برین خودتون جداگانه اینها رو دانلود کنید. شما میتونید تیک اندروید رو بزنید اگر میخواین برای پلتفرم اندروید بازی طراحی کنید، iOS، tvOS، لینوکس، مک، ویندوز و غیره. ویندوز بیلد ساپورت رو من میزنم و iOS و اندروید رو میگم. باز اگر برای پلتفرم های دیگه مثل لینوکس و مک هم خواسته باشید بازی طراحی بکنید، تیک اونها رو هم میزنید. حجم هر کدوم از اینها رو هم برای شما نوشته و اینم که برای زبان های دیگه داکیومنتیشن رو هم میتونید تیکش رو بزنید. بعد شما کانتینیو رو که بزنید شروع میکنه به نصب یونیتی. من چون فایل یونیتی رو دارم نیازی نمیبینم اینجا دوباره دانلود بکنم. یه مزیت دیگه ای که اینجور نصب کردن برای شما داره اینه که اینجا اگر ما ستینگ رو بزنیم بعد از اینکه یونیتی نصب شد برامون، هر زمانی که نیاز بود ما یک ماژولی رو اد بکنیم به یونیتیمون، به عنوان مثال من یادم رفته که تیک اندروید بیلد ساپورت رو بزنم. هر زمان که نیاز داشته باشم میام تیک این رو میزنم و کانتینیو رو میزنم و خودش شروع میکنه به نصب ماژول اندروید برای من. پس این یکی دیگه از مزیت‌های نصب یونیتی از طریق یونیتی هاب هست که هر زمان که ما نیاز داشته باشیم میاد برامون ماژول اد میکنه. یه نکته دیگه هم که هست اینه که اگر شما مایکروسافت ویژوال استودیو رو روی سیستمتون نصب دارید که نیازی نیستی که این رو بزنید، اما اگر نصب ندارید اجازه بدید که یونیتی خودش این رو برای شما نصب کنه، چون این محیط کدزنی یونیتی است. یا اگر محیط های دیگه ای دارید مثل ویژوال استودیو کد یا حالا هر محیط دیگه ای که میتونید توش برنامه‌نویسی انجام بدید و نیازی به این ندارید، این تیک رو برمی‌دارید. توی خود یونیتی میشه آدرس دهی کرد به اون IDE که شما خودتون علاقه دارید. خب من کانتینیو رو بزنم. اون گزینه رو من موافقتم رو زدم. اینجا هم تیک موافقت رو میزنم و شروع میکنه به نصب کردن یونیتی ورژن 2022. من 2020 رو داشتم، حالا میخوام 2022 رو هم داشته باشم. خودش شروع میکنه به نصب کردن تا تموم بشه. وقتی هم که تموم بشه شما میتونید از قسمت پراجکت ها نیو پراجکت رو بزنید و شروع کنید به ساخت پروژه جدید. از این قسمت هم میتونید بررسی کنید که وضعیت دانلودتون به چه صورت هست. من فعلا برای ورژن 2022 اندروید رو انتخاب کردم و همچنین ویندوز بیلد ساپورت و داکیومنتیشن. حالا اگر من بعدا نیاز به iOS بیلد ساپورت و لینوکس و سیستم‌های دیگه داشتم، از همون قسمت اد ماژول که بهتون نشون دادم ماژولشون رو اد میکنم. این هم از طریقه نصب و دانلود نرم افزار یونیتی و یونیتی هاب.